شجاعت جان بهری استاد زنده حیاتی ما شیرعلی عبدالقیسف چی گفتنی ها دارید؟ ما زیر نظر استاد کلان شدیم و کی میدانست که آمده یادش بخیر بود. سلام علیکم برادران عزیز. این حال ما در درگاه صنعت و فرهنگ جمهوری تاجیکستان هستیم. جشن استاد شادروان شیرعلی عبدالقیسف، هم جشن 50 سالگی دانشکده، هم 50 سال استاد در صحنه تاجیک بودن، هم سینما هم تئاتر تاجیک 50 سال کار کردن. 50 سال کار کردگی استاد در دانشگاه دولتی یک فیلم که خوب هم بنوار گرفتن. همه استادا در اینجا حضور دارند. ما برای شما بنوار میگیریم و شما تماشا کنید. این حال دانشگاه دولتی فرهنگ و صنعت جمهوری تاجیکستان برای شما یک جای دیدن میکنیم. برای شما شیر عبدالقیسف استاد زنده حیات، استاد ما، خداوند جورج جنت باشه. اینا دوستان عزیز، من یک تا شما نشون میتونم. اینا برادران عزیز، اینا استاد عزیز ما میرا احمدوف، زنده باشن، زنده باشن استاد، زنده باشن استاد میرا احمدوف. اینا این دانشگاه ما به نام استاد میرزا ترسونزاده ای. اینا استاد میرزا ترسونزاده، اینا هم ما شیر عبدالقیسف دیپلماش و هم اینجا ده هم استادا و اینا شجاعت زنده باش. خرسند کردیم استاد تقدر راجع خوب زنده باشه، زنده باشه، هزارم زنده باشه. انا که دیدم میکنیم اینجا در چطوری که دیده استادم معلم ایما سعادت عزیزم، سعادت عزیزم اینجا در شیر عبدالقیسف همه گپ در مورد تئاتر و این فعالیتی که استاد شیر عبدالقیسف کردن. این دنیا همیچی گپ نیست. اینا استاد چقدر کارنمایی کردن در صنعت تاجیک، چقدر جان فدایی کردن برای تئاتر تاجیک و سینمای تاجیک. امروز در زیر خواب از جوانان به جهان نامی نکو میماند، فصل گل میگذرد لذتی بو میماند. این جهان کاسه دور است به دوری همه کس، همه چی میگذرد دیده و رو میماند. البته برادرای عزیز، هر یک جوان جوانی خودش داره. بخشیدن استاد شادروان شیرعلی عبدالقیسف جوانی بودن که شعری صحنه بودن، شعری صحنه تئاتر تاجیک بودن. میبرمانن با مثل شعر میبرمانن. نه که این روز بینید که پیر شد و از دنیا رفت و دیگر استادا را دیدم. سالی که من دانشجو بودم استادا و مثل ما بودن، 40 ساله بودن. اینه که 20 سال گذشته باشه 60 ساله شدیم. باور که میبینید دیل آدم ریش میشه. این زندگی به نهایت تیز میگذره، عمر آدم به نهایت تیز میگذره و زندگی چخری و پستی و بلندی ها داره. در همین آب و تاب میاوی و یگام چیزی سیاه سفید نمیشه و با ششتن. وقتی که پیر شدی موی سر سیاهی که داری
سفید میشه. قدرت الهی را بینید. ما راستایم همه این بخشیده به 50 سالگی دانشکده است. ما روزی 18 درباره نورجانوف یک کنفرانس خیلی عالی جناب داشتیم. اویدی من 50 سالگی و در نوبت یاد بودی یکی از اکتورهای بهترین تاجیکستان، یکی از در حقیقت شعری صحنه است. امروز یادآوری داریم شیرالی جان را که روحشان شاد باشد و از ما خرسند باشند. و در اینجا من بسیار میخواهم با شجاعت یک جان تشکر گویم، چون که شاگردایی که دانشکده تیار میکند نیست که محبت و احترامی که شجاعت جان دارند نسبت استاد همین داشته باشند. آفرین میگم شجاعت جان، آفرین. و از حاضرین من خواهش میکنم اگر کسی که یگان گفتنی داشته باشد، یگان سخنی داشته باشد، یگان درخواستی داشته باشد، مرحمت ما با جان دل تماشا گوش میکنیم و در طلا در آمده بعد فیلمی که آماده کردن این فیلم رو یک جای تماشا میکنیم. مرحمت اگر شاگردان و همکسبان آمدن در اینجا، من میخواستم که سعادت بگیم. سعادت جان عزیزه باید سعادت کجا باید تو؟ من میخواستم یک دوسته سخن شما گوید، چون که بسیار نسبت شما حرمت و احترام زیاد داشتن. من خیلی در اینجا کار میکرد و خیلی که استاد گفتن بهترین استاد بود شیرالی و گمان میکنم که سلامتیش رو نیز برای دانشجویان بخشیده بود، برای اون که وقتی که وی به کار شروع میکرد دیگر یگان چیزی دنیا برایش نمایان نبود. و امروز یاد میارم دوره استودنتی وی بسیار هنرمندی بود که فقط ایجاد کرده میتوانست در صحنه. و در وقتی که ما کارهای دیپلمی رو میسپاریدیم و بود نمایشنامه‌ای که با کار دیپلمی ما کمبغلی عیب نیست از روی اثر اسرارسکی و بینوی تئاتر لاهوتی من سال 1973 تمام کردم. همون وقتم نچکی بومش و نقش کار شده رو اجرا میکرد شخصی که همین خاندان و داماد شده میآید و در همین وقتی که در آمد بها داد که چخیل بوم میچکد و گفت که بومتون میچکد و در همین وقت البته تماشابینان دانشجویان بودن و اونهایی که از بیرون از تئاتر ولی از سیوم خبر صدای قرصک شد و ما همین خیلی بس به بالا نگاه کردیم که مامون جان وحید شد روان و اکا قرصک میزنن برای بها دادن کاری هنرپیشه. شعر عبدالقیسف یادش بخیر بود. معلمه راهبری صنفم بودن، دخترشان فرزانه جان هم صنفم است و ما زیر نظر استاد کلان شدیم و کی میدانست که آمده اینقدر سال پس من قدم خودم برابر قدم استاد میمونم در یک فیلم. برایم باعث افتخار است که در یک فیلم همراهشان نقش آفریدم و از استاد زیاد چیزها را آموختم. برایم انسانی چنانی که میگن ردنای چلویک است. استاد روحتان شاد باشد، جایتان جنت باشد، همه وقت در قلب ما هستید. تشکر. تشکر زیاد. و در آخر من میخواهم که صورت آن خدمتی که عینی حال کردستیان شجاعت جان برای استاد زنده حیاتی ما شیرالی عبدالقیسف چی گفتنی ها داری درباره استاد؟ سلامت باشید دوستان جان. من از آن میفخرم که استاد ما شیرالی عبدالقیسف این گونه شاگردان داشتند و
اینجا همه شاگرداشون در اینجا حضور دارن. سلامت تشکر به تو میگم که وقتی قیمت که جون داریم اومدی برای استاد یگان زنده باشید. یک جای می‌داریم تماشا میکنیم دیدار حتما. میکنیم خب. یک فیلمکی خوب برای استاد کرد اگر میخوایم تماشا میکنیم 46 سال زندگی کردیم. ما میگویم که عمر اگر خوش گذرد زندگی خیلی کم است. اگر نخوش گذرد نیم نفس بسیار است. داخلی و خارجی اشتراک نموده دیپلم و نشان و جایزه های زیادی افتخاری به دست آورده است که این نشان اعتراف عموم در برابر یک نفر صاحب استعداد است. محض هنر و استعداد بود که هنوز در سالهای 92 اصلی گذشته شیرعلی عبدالقیصف به عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان سزاوار گشته بود و در آغاز سالهای 2000 باشد با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با عنوان افتخاری هنرمند خلقی تاجیکستان سزاوار شد. در اکثر چهاربینی‌های سطح بلند و حکومتی سهمی بی‌واسطه شیرعلی عبدالقیصف چون کارگردان و تهیه‌گر خیلی خوب مشاهده می‌شد. برای مثال تنها یادآور برای هر یک هنرمند سلاح اصلی او این قد و قامت بالا و صدا و سیمای صحنه آرایش می باشد و متاسفانه شیرعلی در سالهای آخری حیات یکی از این نعمتهای نایاب را گم کرد. آواز او به طور غیر چشم داشت گم شد. برای طبابت فرزندان اقدام نموده تا خارج کشور نیز پی جراحی شدند، اما شیرعلی در این همه حکمت خیر را میدید و هرگز گرفتار یأس تشکر زیاد بشینید. یک لحظه من پیوندان شیرعلی جان را به صحنه دعوت میکنم. پسرش و دو تا دخترش و مایلهش و شجاعت اگر خودت هم باشی صحنه برایتون شما التماس میکنم. روز اون فرصت هایی که استفاده کردیم برای شما یک بار پیشکش کردیم. شما دیدید بازم از حیات روزگاری استاد یک مراتب دیگر بازم آگاهی پیدا نمودید. خواستیم که با همین فیلم یادبودی که و فیلم خاتموی و شحن خاطر استاد که پاس داشته شد گفتیم با همین جمع بحث میکنیم که دیگر خود باقی استاد راحت باشد، منزل مواشان آباد باشد، جاشون